ارادت به همه ایرانیای بزرگ و شریف چنل امین بروسلی. جا داره یه بار دیگه تسلیت بگم به هممون، مخصوصا کسایی که عزیزاشون رو از دست دادن، بزرگ کوچیک، پدر مادر همسر عشق دوست برادر و خواهرشون رو از دست دادن. آرزو صبر میکنم. این ویدیو مختص عزیزانمون است که تو این 4 روز از دستشون دادیم و خواستم بگم هیچ وقت از یادمون نمیرن، فراموششون نمی کنیم، همیشه به یادشون هستیم، همون جوری که تو این 4 روز به یادشون بودیم و عزادارشون بودیم و امیدوارم فقط خدا به خانواده‌هاشون صبر بده و آرزوی فردایی بهتر دارم. آرزو دارم آزادی رو تجربه کنیم، زنده بمونیم و آزادی و یک زندگی زیبا و شرافتمندانه و چیزی که یک ایرانی لیاقتشو داره توی کشور خودش تجربه بکنه. در کنار هم بتونیم باعث پیشرفت هم بشیم، بتونیم در کنار هم به موفقیت‌های بزرگ برسیم، اتفاقای زیبا رو ببینیم. امیدوار باشید و بدونید که نور همیشه بر تاریکی پیروز شده و پیروز خواهد بود.